شب بیماری قندم برآوردم. این همه 7 سال فقط بالانسا با بالانسا هیچ بهبودی نیست. طرف چپم میسوزه، پاهم میسوزه، پای چپم کار نمیکنه. آخرین بسیار سلامتیم روزی که بخواه چی نیست. اشتیا نیست، فقط خوراکم آوای نان. طبیبا چی گفتن در تاجیکستان؟ طبیبا میگن مبلغ راستی که شرایط نداریم. چقدر مبلغ در پاره برای طبابت شما؟ 25,000 دلار میگن. طبیبا باید من هندوستان را هم طبابت کنم. برادرانی که قدیم در بیمارخانه خوان رفتن شفا یافتن اومدن. و هم مثل شما بیمار بودند؟ بله. این در تاجیکستان در کدام بیمارخانه شما طبابت گرفتید؟ بیمارخانه یکم سویتسک. مدت 7 ساله میرم خواه میکنم. چیکار که میچکنن جواب میتن. قند مامخه نپس میشه. هر کس کمک میکنه. شرایط نداریم. مگم کس نیست که در اویله کار کنه. همه بیکار. 78 نفقه میگیرم. اینا با محکمش کردم. اویلم قطعی فرزندم رفت بیمار شد. در اویله 6 نفریم. پدر و مادرم، 2 برادرم، 1 خواهر. سر میدارم کدامی که دست بخیرم با ما کمک کنن تا اینکه ما به طرف خارجه برم طبابت کنم.